کیسی تویی؟ پدر لابی هستم. لابی پسرم آماده ای؟ آری پدر بفرما. بنویس. از بنده خدا به عزیز اداره برق. فرزندم، خداوند مرا با مشکلات گوناگون و پی در پی امتحان نمود. عمویم را با فیلترینگ اینستاگرام و جدم را با دلار 75,000 تومانی. پدر شده 78,000 تومان. هنوز رو به افزایش است؟ آری پدر. این را بنویس. و مرا نیز با مشکل قطعی برق امتحان نمود مسئولین کشور. فرزندم، مردم ما با مشکلات و سختی های پی در پی مواجه هستند، از جمله فشار اقتصادی و تورم. انقدر در مقابل این فیلتر شکنهای پولی گندم داده ایم، دیگر گندمی نداریم که به موتور برق نیز بدهیم. فرزندم، ای عزیز اداره برق، اگر مشکل قطعی برق را حل کردید که هیچ، خداوند میخواهم یار و یاور شما باشد. اما اگر نه، از جگر سوخته ناله ای سردهم که لحیف آن تا 7 پشتت را خاکستر کند. پسرم نوشتی؟ آری پدر، عکسش را بگیرم از واتساپ بفرستم براشون. آری این کارو بکن. پس امضایش میکنم. پدر برق آمد، برق آمد. پدر پسرم، هر چه زودتر تلویزیون را باز کن و بازی تراکتور را تماشا کنید. پدر علیرضا بیرحمن 7 تا کلین شیت کرده است. من بوی برق را استشمام میکنم.